یادتون نره همین الان ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارین، از یوتیوب میبینید سابسکرایب، از اینستا فالو رو هم فراموش نکنید. تنظیمات گوشی خودتون رو باز کنید، بیاین پایینتر یه بخشی هست به عنوان مراقبت از باتری و دستگاه، روش کلیک بکنید و بخش محل ذخیره یا نوشته استوریج روی اون کلیک بکنید. این بخش در واقع حافظه شما رو آنالیز میکنه. اگه بریم پایینتر یک سری بخشا داره که شما رو بی‌نیاز میکنه از استفاده از خیلی از اپ‌های مرتبط. بخش اول سطل زباله. همونطور که میدونید فایل‌های شخصی، گالری و مخاطبین خودشون یک سطل آشغال اختصاصی دارن و ممکن اون سطل آشغال براشون فعال کرده باشه، ممکن هم غیر فعال کرده باشه. به چه صورت؟ شما یک عکسی، فیلمی رو داخل گالری پاک میکنید، وارد سطل آشغال میشه. ممکنه غیر فعالش کرده باشه، دیگه وارد سطل آشغال نشه و مستقیم کلا پاک بشه. اینجا گفته مثلا این گوشی 3 گیگا 740 مگابایت تقریبا سطل زباله داره. اینجا راحت میتونید کلیک بکنید، گالری خالی کردن، تخلیه سطل زباله و مثلا برای فایل‌های شخصی. پایین‌تر یه بخشی داره برنامه‌های بلا استفاده. در واقع برنامه‌ای هستن که شما مدت خیلی طولانی از اونها اسکن روی پروفایل خودتون کلیک کنید، بالا سمت چپ مدیریت برنامه دستگاه رو بزنید و این بخشی که حافظه رو نوشته، مثلا نوشته 67 گیگابایت از 116 گیگابایت استفاده شده، روش کلیک بکنید. اینجا اپایی که شما نصب کردید رو نشون میده. خیلی راحت. به عنوان مثال میخوام تلگرام، واتساپ، مرورگر، مثلا میخوام اینا رو پاک بکنه. به عنوان مثال اینا رو میزنید و اون سطل آشغال رو میزنید، خودش شروع میکنه به پاک کردن. دیگه براتون پیامی نمیاره که تایید بکنید و مواردی که قشنگ میتونید اپ رو ببندید و خودش پاک کنه. بخش دیگه‌اش که خیلی جالبه، فایل‌های تکراریه. ممکنه از بعضی فایل‌ها 2 تا 3 تا 4 تا داشته باشیم و این پیداشون میکنه و خیلی راحت میتونیم اونها رو پاک کنیم. نکته‌ای که داره الان برای من 52 مگابایت، برای شما ممکنه خیلی بیش از این چیزا باشه. اون که کلیک بکنید از هر کدوم یکیش انتخاب میکنید و حالا ممکنه بعضیش اصلا به درتون نخوره، بخواید دو تا رو با هم پاک کنید، حذف رو میزنید. الان رفت به سطل زباله‌اش. در واقع من میتونم دوباره بیام سطل زباله فایل‌های شخصی پاکشون کنم. بخش آخرم فایل‌های بزرگه. یک سری فایل‌هایی که حجمشون زیاده رو براتون جمع کرده، میتونید روش کلیک بکنید و هر کدوم که دوست ندارید پاک کنید. میمونه یه سری نکات فوق‌العاده. فقط اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردید، حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید. بخش اولی که وجود داره بخش دانلوده. شما یه سری فایل‌ها رو دانلود می‌کنید و به درد همون زمانتون می‌خوره و دیگه استفاده نمی‌کنید و این داره حافظه گوشیتون رو میگیره. وارد بخش دانلود بشین و فایل‌هایی که به دردتون نمی‌خورن رو پاک کنید. از این بخش محل ذخیره داخلی هم خوب میتونید استفاده کنید. به عنوان مثال فایل‌های فشرده یا فایل‌های نصب. مثلا فایل‌های نصب شاید به درتون نخوره، اپ‌ها آپدیت میشن و شما یک نسخه از قبل دانلود کردینه که قدیمیه، این فایل APK و یک بار نصبش کردین و بعید میدونم یک بار دیگه بخواید ازش استفاده کنید. اگه بخواید برای یکی دیگه بفرستید، از برنامه شیریت معمولا استفاده می‌کنید که نیازی به فایل APKش ندارید. یه سری اپ‌ها هم هستن که ما از طریق اونها یک سری فایل‌ها دانلود می‌کنیم و اون فایل‌ها میرن داخل در واقع حافظه‌ای که مربوط میشه به خود اپ، مثلا واتساپ، تلگرام و موارد دیگه. خب این فایل‌ها رو چطوری حذف می‌کنیم؟ بهترین راهکار اینه که از خود اپ استفاده بکنیم که حافظه اونها رو پاک کنیم. ابتدا من این نکته رو بگم، وارد تنظیمات گوشیتون بشین و بخش برنامه‌ها یا اپ‌ها، خب اینجا اپ‌هایی که نصب کردین رو میاره. به عنوان مثال من باد سبا رو میزنم و بخش محل ذخیره یا استوریج کلیک کنید. این پایین 2 تا بخش داره، کلیر کش یا کلیر دیتا، حافظه پنهان یا پاک کردن داتا. حافظه کش، ببینید حافظه کش حجمش آنچنان زیاد نیست، ولی خب اگه به ناچار شدید که حافظه کش رو هم پاک کنید اشکال نداره. حافظه کش یک سری فایل ها ذخیره میکنه که باعث میشه اون اپ دیگه با سرعت‌تر اجرا بشه و عملکرد بهتری داشته باشه گوشیتون. شما میتونید حافظه کش رو پاک کنید. من این رو میذارم، مثلا حافظه کش باد سبا رو پاک کردم، خب الان باید وارد شم یک بار دیگه باید مثلا اونها رو دانلود کنه یا بنویسشون. پاک کردن دیتا رو نزنید. پاک کردن داتا رو که بزنید، اگه مثلا ثبت نام کرده باشید، کل چیزا رو پاک میکنه، از صفر میشه اپتون. و بهترین راهکار برای اپ‌های مثل واتساپ، تلگرام، اینجور موارد اینه که از بخش تنظیمات این کار رو انجام بدید. مثلا این واتساپ 3 نقطه بالا رو بزنید تنظیمات و بخش فضای ذخیره‌سازی و دادا. اینجا هم اگه اشتباه نکنم انگلیسی نوشته استوریج. این بخش اولی مدیریت حافظه ذخیره‌سازی. اینجا کل گروه‌ها و مخاطبینی که پیام ارسال کردین اگه فایلی داشته باشه، حجمی داشته باشه براتون میاره، میتونید گروه به گروه فایل‌ها رو پاک بکنید یا اینکه خودش جدا هم کرده، مثلا فایلایی که حجمشون بیشتر از 5 مگابایت. تلگرام هم به همین صورت خیلی راحت این 3 خط رو که بزنید، بخش تنظیمات که برید، بیاین پایین‌تر دادا و ذخیره‌سازی و بخش میزان استفاده از حافظه رو بزنید. خب اینم بخش حافظه تلگرامه. وقتی که وارد این بخش شدید یکم باید صبر بکنید تا اینجا حافظه رو در واقع محاسبه بکنید که چقدر اشغال کرده. خیلی راحت پاک کردن رو میتونید بزنید و پاک کردن حافظه موقت میتونید کلیک بکنید که چه فایلایی رو پاک بکنه. جمع‌بندی نهایی هم اولویت رو قرار بدین برای همون بخش اولی که گفتم، خودش محاسبه میکنه، آنالیز میکنه و فایل‌های بزرگ بهتون نشون میده، فایل‌های تکراری نشون میده. خیلی راحت همونا رو که پاک کنید خیلی فضای گوشیتون آزاد میشه. و قدم بعدی هم برین اگه اپ‌هایی دارید مثل واتساپ و تلگرام به همین صورت برین حافظه‌شون رو پاک بکنید و در نهایت حافظه کش رو در آخرین اولویت خودتون قرار بدید و به نظرم نیاز نیست که پاکش بکنید، چون که بعد دوباره همین حافظه کش اپ رو که باز بکنید دوباره تولید میشه. تا ویدیو بعدی موفق و پیروز و سربلند باشید.